فاحشة و ساء سبیلا. ای مسلمانان به زنا نزدیک نشوید، نه زنا نکنه، به زنا نزدیک نشو، به زنی بیگانه سلام نکن. زنا اصول است. الله گفت به زنا نزدیک نشوید. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبیلا. الله میگه که زنا بی برکتی است، زنا بی آبرویی است. یک جوان نزد پیغمبر علیه السلام آمد گفت که رسول خدا من اجازت زنا کن. پیغمبر علیه السلام گفت مادر داری بچم؟ گفت بله مادر دارم. گفت میخوای فلانی مرد قطعی مادر زنا کنه؟ گفت نه رسول خدا. اپا داری؟ گفت بله اپا دارم. میخوای فلانی مرد قطعی اپا زنا؟ نه قطعی خواهر، قطعی عمه، قطعی خاله. و نمیخواهی چه در دیگاه خودت میخواهی؟ و گریان شد گفت که رسول خدا حقم دعا کن. پیغمبر علیه السلام خداوندا این جوان هدایت کن، این را از زنا دور کن، فرچه از زنا دور کن، حفظ کن فرچه. بعد اصحاب پیغمبر علیه السلام میگه که وقتی جوان از نزد پیغمبر برآمد همیشه میدیدیم سرش خم در کوچه میگشت، این طرف او طرف نگاه نمیکرد. برای می الحمدلله رب العالمین. الله سبحانه و تعالی پیغمبر ما و شما رو میپرسه. الله سبحانه و تعالی پیغمبر ما و شما رو میپرسه. بسیار بسیار اصحاب پیغمبر علیه السلام بهترین مردم بودند. الله سبحانه و تعالی اونها را 50,000 سال پیش ای خلق آسمان و زمین اونها را نگاه کرد در بین همه مخلوقات، دید که از همه دلای خوب اصحاب محمد دارند. بعد همیها را خواست برای همو. اگر یک کس پرسه که چوه ای بابی مرا در دوره الله سبحانه و تعالی در دوره پیغمبر نافرید، بچم تو نمیشوخی، تو زیدی رسول نداشتی، تو شکاکی بودی، شکاک میکردی، گفتی رسول رو نمیگی. برای این سبب الله در او وقت نافرید. در او وقت کسایی رو آفرید که اونا چه میگفتن؟ سمعنا و اطعنا. ما سخن الله رسول را گوش کردیم، به دیده ها ما قبول کردیم. بازی خیلی مسلمانه که میگه پروردگار گفته است، الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون. ای بندگان من از خدا بترسید، حق ترسیدن را نمیرید مگر مسلمان بمرید. مسلمان چی است؟ راست شدن، حرام نمیخوری، ظلم نمیکنی، حق یک کس نمیخوری، یک کس آزار نمیدی، شروع میمری، 5 وقت نماز میخونی، روزه میگیری، گفته خدا رسول بچه میاری، بعد مسلمان میشی. مسلمان به دعوا نمیشه که ما بچه فلانیم، ما بچه فلان ایشانم، ما بچه فلان داملویم. بچه پیغمبر باشی به نماز باشی جا جهنم داری. پیسر محمد علیه السلام باشی به نماز باشی جا دوزخ داری. این دعوای خشک خولی برای چیه؟ خودمان عمل کنین. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره گویا داره روز قیامت که میشه اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. الله میگه بندگان من روز قیامت دوستی کنده میشه، هر کس خودش جواب میگه، هیچ کس با هیچ کس رابطه نداره دیگه. وقتی عذاب میبینن مردم دوستی کنده میشه، هر کس عمل خودش و امید هیچ کس نشه. خودت عمل که حوض زنده ای، عملت خوب کن، عقیدت خوب کن، نیت خوب کن، کینه و حسد از دل دور کن. پیغمبر علیه السلام همیشه یک سخن میگفت. همین حدیث، دو حدیثی که یکیش حضرت عبدالله بن عمر روایت میکنه، میگه که وعن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما قال اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبیه. یک روز رو میطرف بود در پیش خونه، دو تا دست آمد در بالای شانه ها ایستاد. ایتا نگاه میکنم پیغمبر تبسم داره. هیچ کس چنین پیغمبر تبسم نمیکرد. حتی پیغمبر در حدیث میگه که تبسم و فی وجه اخی صدقه. تبسم کردن تو در روی برادر صدقه ای. چهرت کشوده بگی صدقه ای. سبحان الله. بعد میگه که مرا گفت یا عبدالله، ای عبدالله گو بچم، کن فی دنیا کانک غریب او عابر السبیل. در دنیا مثل مسافر باش. تو مسافری، انسان در دنیا مسافره. گناهی بسیار نگیریم که جا گفته نمیتونه.
مسافر اگر باری وزنی داشته باشد در عذاب میکشد. این کد اگر کسی باری بسیار داشته باشد میپرتوی رهنه وزبینش میشه. باید ما باری گران نداشته باشیم. سبحان الله. بعد گفت که یا عبدالله کن فی دنیا کانک غریب او عابر السبیل. مثل غریب باش یا مثل راهگذر باش. یا راهگذر یا تی درخت دم میگیره با خیلی میخیزه میره. ما هم این حیاتی گذرا هست. شکای مادر یک حیات بود، از شکای مادر دنیا آمدیم، با دنیا میریم با قبر میریم. قبر خونه آخرت نیست. اینجا با میخیزیم. اینجا با آخرت گفتن یک خونه اونجا حساب و کتاب داریم. انواع آخرت. قبر آخرت نمیگه. قبر حیاتی بین دنیا و بین آخرت. عالم روحانیت بین دنیا و بین آخرت عالم برزخ میگن، عالم روحی. برای همین الحمدلله رب العالمین پیغمبر علیه السلام گفت که ای عبدالله کن فی دنیا کانک غریب. تو در دنیا مثل غریب باش او عابر السبیل یا تو مثل راهگذر باش. کن فی دنیا کانک غریب او عابر السبیل مثل راهگذر باش. بعد حضرت چیکار میکرد عبدالله؟ یک اونجا میرفت. اصحاب پیغمبر علیه السلام عجیب خصلتی داشتن. نه دوایا کبر بود، نه دوایا این برای پویان نمیشتن. یک کس میدر آمد اصحاب پیغمبر نمیشتاخت. برای که خودی پیغمبر یک بیگانه نمیشتن. وقتی جناب پیغمبر علیه السلام قد یکان میشتاخت صحابه یک آدمی نو می آمد مهمان نگو کدام شما محمد است؟ حاضر نعوذ بالله این واهی ما را بین کبری ما را بیا بیگونه بیا میدونه که همین حضرت ها زوها همیان در بری بروش دگن لاله گوش در پیش همی آید در پیش کمغل بیچاره آی شروع در پیش گوش دگن اصحاب پیغمبر خیلی نبود. بس سبحان الله هر جاده که حضرت عبدالله میشش چی میگو؟ ایوها الناس ای مردم اذا اصبحتم فلا تنتظر المساء. وقتی صبح کردید منتظر بیگاه نشد. شاید در پیشین بومی پیگرده نمیرسید. پیغمبر علیه السلام نماز خفتن میخواد قد ابوبکر قچاق میکرد میگه ابوبکر شاید آخرا خفتن باشه. انسان وقتی در صف جنازه بیسته فکر کنه که همین آخران جنازه نوبتی من کرد. نوبتی من کرد مرا میورم همین توبود مرا بار کردم میورم. سبحان الله. برای این خیلی دلی نرمی در کار که چی را درک کنه که در سر دیگه فکر نباشه، فکری خوب باشه. پیغمبر علیه السلام در جنت البقیع یک جوان مرده بود دوره کشید. ای قفای دوره نقطه ها ماند. اصحاب پرسیدن رسول خدای دوره چی است؟ این نقطه ها چی است؟ گفت که دوره مرگ امت من، این نقطه ها امید و آرزوی امت من. با امید آرزو نمیرسه. فلان کار میکنم فلان کار میکنم نه اوجه نمیرسه. مرگ میایی به سراغت. بعد حضرت عبدالله عمر چی میگفت؟ وقتی صبح کردی منتظر بیگاه نشو، شاید در پیشین ببری. و اذا امسیتم فلا تنتظر الصبح. وقتی که بیگاه کردی منتظر صبح نشو، شو خوب دیگه نمیخیزی، حالت تمام میشه که فلانی مرد خوابش نخیز دیگه. بعد در دوام حدیث میگو که خذ من صحتک لمرضک. حاضرش صحت سلامتی عبادت خوب کن. بازی کسل نیست، عبادت خوب کن، امیر غنیمت بشمار. و خذ من حیاتک لموتک. حاضرش زنده شکر که طاعت کن که میموری. در زندگی عمل هست، حساب و کتاب نیست. مردی عمل نیست دیگه، حساب و کتاب سر میشه. بسیار بسیار احتیاط کنیم. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ای بنده من سفسطه نخوان، نماینده من می نویسن چی میگی؟